این بسیار مهم است. فرعون احسان خدا میمانه، در خانه ما کلان شده ای، یا آمده ای در مقابل ما استاد شده ای. یک انتقاد. دوم انتقاد، تو خواه سالای سابق هم همیجا بودی، آلی کارهای ما را شرک و بد میگی، تو خام بودی همیجا. ولا لبست فینا من عمرک، تو درنگ تیر کده از عمری خود سین اینیا بسیار سالا. در او وقت چرا ای گپارا نمیگفتی؟ آلی آمده ای. دو اعتراض. سوم، و فعلت کلتی فعلت، تو انجام دادی امو کارا کیتا که انجام دادی. امو کارا کیتا که انجام دادی. قبطی را کشته یا آمده ای برای ما دعوت بسوی عدالت میدی، خودت ظالم، او تو ما را دعوت میدی. و انت من الکافرین، تو بسیار ناسپاس هستی، در نانیمه کلان شدی، پس در مقابلم خیستی. نه. موسی علیه السلام چی جوابا داره؟ سه انتقاد فرعون بود. موسی علیه السلام اول جواب سوم جواب میگه، دوی اول نه. جواب سوم که گفت کی کار کردی؟ چرا؟ ایرا اما دو جواب اول قابل جواب نبود. دو سوال اول شبیه اول قابل جواب نبود، سومش قابل جواب بود. چرا که موسی علیه السلام چرا یک شخص بزنه چی کنه؟ قتل کنه شه. از او خاطر شروع کرد. قال فعلتها، بله فرعون ایگه پیتا بالکل بسر رو چشم میپذیرم، ای کار کرده میزن در ای وقت. و انا من الضالین، من از جمله خطا کارا بودم، بیخبر از که من نیت و قصد قتل ازیره نکردم. گناه او را میگه که با قصد آدم بکنه، و اینجا من قصد قتل ازیره نکرده بودم، بلکه موردم انتقام گرفتن برای کی بود؟ مظلوم، از ظالم. خلاص کردن مظلوم از ظالم بود. و این گناه گفته نمیشه. از او خاطر در این مورد تو مرا ملامت کرده نمیتونی. بله ملامت وقتی میبودم که با قصدی کارا میکردم و من خبرم میبودم که چپیلاقی ما این قدر چیسته، بگو تاثیر داره که جای با جای میکنه. جای با جای کردن نمیفهمیدم. خب ففررت منکم لما خفتکم. از او خاطر یعنی هجرت ما از روی دنیا پرستی و سرکشی از تو نیست. هجرت ما به خاطر مجبوریت بود، تو مرا مجبور کردی. میفهمیدم که حالی گپی مرا نمیشنوی، مرا ادام میکنی، پس فرار کردم منکم از شما لما خفتکم، زمانی که ترسیدم از شما. فوهب لی ربی حکما، اعتراض شبیه دیگه کی داری که تو در بین ما چندین سال ایجا تیر کردی، ای گپا را نمیزدی. به خاطری نمیزدم که نمیفهمیدم، نه مدرسه را خوانده بودم، نه کدام تربیه پیشی پیغمبر شده بودم. وقتی که گریختم رفتم اونجا چی کرد؟ اونجا قطع شعیب علیه السلام اونجا ما باقی ماندم، دخترش نکاح کردم، پس دور خوردم آمده رایی بودم در راه الله متعال. چی کرد؟ وحی کرد برای ما. فوهب لی ربی، بخشش کرد برای ما پروردگار ما حکما یعنی نبوتا، و جعلنی من المرسلین، مرا گردانید از جمله پیغمبرا. حالی که کدام موضوع را برات یاد میکنم به خاطر که ما حالی مسئولیت دارم. او وقت که نداشتم مسئولیت، حالی مسئولیت دارم. نه حالی مسئولیت دارم به خاطر که بعد بیان کنم، دو وقت نداشتم، الله ما را مأمور نکرده بود. و تلک نعمتون سیوم، اول گپی که سرم انتقاد کرده بودی که نانی مرا خوردی، در خانه ما کلان شده ای، تو نمک حرام هستی، نمک حرامی میکنی. حالی جواب میده و تلک نعمتون، همین نعمتی است تمنوها که تو احسان میگذاری علی بالای ما. ان عبدت بنی اسرائیل، که تو غلام ساخته بودی بنی اسرائیل. این نعمت سر ما مانده ای. این چند مطلب داره اینجا. اول مطلب و تلک نعمتون تمنوها علی، تو این نعمت است که تو سر ما احسان میگذاری، هیچ قابل احسان گذاشتن نیست. چرا؟ به خاطری که بنی اسرائیل بیگار کشی تو بود. بنی اسرائیل بیگار کرده بودی، نه مرا خود بیگار نکرده بودی، من خدا بیگار نبودم، بنی اسرائیل بیگار کرده بودی، چی احسان سر ما میگذاری؟ پس کلی محنت و زحمت از بنی اسرائیل بود، نه از تو. اگر دانه بود، غله بود، میوه بود، کلیش جمع جور کلیش چی میکرد؟ بنی اسرائیل میکرد، تو خود نمیکردی جوڑی خود. یکی. دوم میگم خب و تلک نعمتون تمنوها، این نعمتی است که تو احسان میگذاری علیه بالای ما. ان عبدت بنی اسرائیل، که تو غلام ساخته بودی بنی اسرائیل. یعنی یه احسان نیست که سر ما میگذاری. چرا؟ به خاطری که بنی اسرائیل قومی ماست
و قوم مرا تو ذلیل کرده بودی، در صورتی که قومم ذلیل باشه یک ما اگر پاچام باشم درد خور نیسته، با درد خور نیسته. تنها تو خلاص شوی چی بود؟ تنها تو عزت داشته باشی. بله اینجاست کسایی که دعوتگر است، رهبرای دعوتگر است، باید بدانه که همیشه در صدد راحتی خود نباشه، منافع شخصی خود طلب نکنه، بلکه در صدد منافع عام باشه. آل اشرف غنی و عبدالله واری نباشه که هر کس فقط غم خود بخوره، نه غم ملت بخور. یک تو تنها که پاچام باشی چی به درد میخوره؟ پاچایی خسری چیسته؟ ولوس چی داره؟ زیبایی داره. سوم و تلک نعمتون تمنها، این نعمتی است که تو احسان میگذاری علیهما بالایما. این چه احسان است که تو میگذاری؟ تو قتل می نمودی فرزندان بنی اسرائیل و خودشان بیگار کرده بودی. مادرم از خوف قتل تو مرا گرفته در صندوق انداخته آمده. تو خسرم احسان نگذاشته ای، بلکه چیسته؟ از ترس امیز ظلم و زیادت تو آخر ما در صندوق گذاشته شده و بعد از او الله انتظام و بندوبستی مرا کرده، در دستی تو دشمن مرا چی کرده؟ کلان کرده. این احسان تو نیست. ما شکر تو را چرا بکشم؟ چهارم ترجمه و تلک نعمتون تمنها علی، این نعمت است که تو سر ما احسان میگذاری. این چه احسان است که سر ما میگذاری؟ چرا؟ به خاطر که خدمت را مکمل بنی اسرائیل کرده، تو نکرده. اگر مرا خدمت کرده، مرا تعظیم کرده، قومی خودم کرده. قال فرعون دید که این مردکی طور دلایل میگه این خو فکر کرده بود که حالی بند میشه، لیکن وقتی موسی علیه السلام دلایل مقنع و چیست قناعت بخش داد، حالی چی میگه؟ قال فرعون و ما رب العالمین، تو یک گپ اوجا گفتی که نا چیسته؟ رسول رب العالمین، ما قاصدای رب العالمین هستیم. بیچاره بدبخت فرعون میگفت که البته عالمین همی مردمی مصر است و ما خو رب خو مستم، ما خو یار روان نکردیم. کی یار روان کرده؟ بیچاره تالی را میگه که البته عالم کلش همی مصر است، خبر نداره که جهان یک قدر عالم است که پرسان نکن. از او خاطر جویای چی شد؟ رب العالمین. قال موسی علیه السلام تشریح میکنه اینمی معنای رب العالمین است که ما شما در الحمدلله رب العالمین میگیم. موسی علیه السلام میگه رب العالمین کیست؟ رب السماوات والارض، مالک متصرف آسمان ها، مصلح مدبر آسمان ها، والارض از زمین، و ما بینهما، آن چیزی که در بین آسمان و زمین است. فرعون حیران ماند که حالی ما میگفتم که تنها یک مصر است، خبر نداره که آسمان و زمین این چیزا. ان کنتم موقنین، اگر یقین میکنه رب العالمین همو ذات است. قال لمن حوله ولا تستمعون، فرعون دیگه چاره نداره، آلی از سیاستای چی؟ کاذبانه خود کار میگیره. نه چشم سر دور داد چشما را با درباریای خود چاپلوسا غټایت، آلی غټایت چی میشماره میگیره؟ الا تستمعون، نمیشنوی گپا را؟ فکرتان است یا نه؟ قال ربکم و رب آبایکم، موسی علیه السلام بدون از اینکه آلی برش بگویا خودش شروع کرد. موسی علیه السلام دوباره به خاطر که تثبیت ربوبیت خوب بکنه گفت رب شما مالک متصرف شما و رب آبایکم مالک متصرف پدرای شما الاولین که پیشین است. آلی قدر خجل شده فرعون به خاطری که اگر دعوا بکنه که دیگران در زیر فرمان ماست. تو خود نبودی پدرایت موجود بود، آلی ربوبیت از زیر کی کرده؟ قال این رسولکم الذی زور دادی را، آلی بدر باریا و غټایت خود میگه پیغمبریتان، الذی همو کسی که ارسله الیکم روان شده برایتان، لمجنون، دیوانه است. چرا دیوانه برش میگه؟ یک نفر آمده در درباری پاچایی مواری ظالم میگه استاد است، هنوز هم ختمه مقابله داره، همه امکانات ختمه. اگه آدم دیوانه نباشه در این طور جای خود در مرگ میره، از این خاطر برش دیوانه میگه. موسی علیه السلام چی میگه؟ او تعریفی رب چیز جمله اول دوم سوم چهارم دیگه هم ذهن مردم روشن میسازه که رب کی را میگه؟ رب المشرق والمغرب، مالک متصرف مشرق مغرب. هفته میبرایه و پس غروب میکنه. و ما بینهما، آن چیزی که در بین هر دوست، ان کنتم تعقلون، اگر عقل داره. ای چی؟ ای خو نه هفته طلوع داده میتونه و نه غروب.
قال لئن اتخذت، حالی دیگه سیاست کار میگیره، بس کو دیگه این گپا رو نزن. لئن اتخذت الها غیری، تم که دعوت توحید میدی، که دلایل برش پیش میکنی، باز ما عاجز میشه از دلیل. چی میگه؟ بس کو ما نمیشنویم، دلیل ملیل کار نداریم، نمانیشه بکشیشه. فرعون هم همین کارا را کرده. قال لئن اتخذت الها، اگر تو گرفتی معبود غیر از ما لاجعلنک من المسجونین، ما تو را بندی میکنم. نمیگه تو را میکشم. چرا؟ به خاطری که از موسی علیه السلام سخت رعب در قلبش انداخته شده. چرا که اول دفعه ما اژدها را اثار انداخت، اژدها شد نه، فرعون سخت مرعوب است. قال ولو جئتك بشيء مبین، ببین استدلاله، طرز و طریقه دعوت بر ما تعلیم میده. چرا مرا بندی میکنی؟ به کدام جرم؟ چی جرم دارم؟ آیا آمدن کرده باشم بشیء مبین، به یک چیزی که بالکل واضح باشه، بالای صداقت ما، نبوت مرا واضح بکنه، دعوای مرا واضح بکنه، بازم مرا در بندی خانه میندازی؟ قال فات به، فرعون میگه بیار به اونمو چیزی مبینی تین کنت من الصادقین، اگر راست گویستی. فرعون علل حساب نمیگه که بزنی. خب ملاها و ریش سفیدای ما چی میگه؟ میگه حالا نمانه که یافتیم شه، اموسته دیگهش از اون طرف موبایل هم میکشه، در مولوی صاحب زنگ میزنه، در دکتر صاحب زنگ میزنه، مفتی صاحب زنگ میزنه. اینی که یک نفر پیدا شده برادر دستای خود اینطوری میکنه، ما چون که خلل در نمازی مردم آورد آمین سخت گفت، دستای خدا اینجا بالاست. چی میگه از این طرف؟ لط کنیشه، بزنیشه. فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین، انداخت موسی علیه السلام عصای خدا، ناگهان اژدها خیلی آشکارا بود، یعنی این طور که پرده و پنهان باشه، اما چیز اژدهای واقعی. و نزع یده، این چی معجزه بود که سبب روح بی فرعون شد. آلی موسی علیه السلام دستی خدا در جیب برد، پس میکشه که یک دم میدرخشه. و نزع یده، کشید دستی خود از زیر قل، فاذا هی بیضاء، ناگهان سفید بود، للناظرین، برای بیننده سفیدی مرض نه، سفیدی که می درخشید. قال للملأ حوله، فرعون یک دفعه روی دور داد بر درباریای خود، غطایت خود که در 4 دوبرش بود، این هذا، این مردکه را میبینه، لساحر علیم، بسیار ماهر ساحر است. تو بی در یک دقیقه این چیزای حیبتناک و در یک دقیقه چیز ده دیگه که انسان مطمئن میسازه. یوریدو آلی احساسات از وارا چی رقم بر انگیزانه؟ یوریدو یخرجکم، اراده داره که شما را بکشه، من ارضکم، از سرزمینتان، بسحری، بسحر خود. ای آمده که شما در این ملک زندگی نکنه، به خاطری و ایرانی آمده، یعنی تحریک شوید، در مقابلش قیام کنه. فماذا تأمرون، چی مشوره میده برما؟ قالو، درباریا مشوره داد، ارجه، مهلت بده و خو برادرشه، و بعث فی المدائن حاشرین، تم روان کو در شهرها، چپراستی ها را، ملازمه را روان کو، قاصدا را، چیسته؟ حاشرین جمع کننده مردم. یا تو که بیاره برای تو بکل سحار، به هر ساحر علیم که خیلی مهارت داشته باشه. فجمع السحرة، جمع کرده شد ساحرها، کلان ننگی سفید، لمیقات یوم معلوم، برای تاریخ روز معلوم. وقیل، گفته شده بود، اعلان شده بود، الناس، برای مردم، هل انتم مجتمعون، آیا شما جمع شونده هستی؟ یعنی باید جمع شوی. لعلنا نتبع السحرة، شاید که ما تابعداری دنبال ساحرها باشیم. حالی هم که مناظره میشه میگه بیا زیاد ده، در پشت سر غالمغال کنه، شور جور کنه، همون تروام میکردن. میگه شاید که ما در دنبال سحره شویم، ان کانوا هم الغالبین، اگر وا غالب باشه ما چی بکنیم؟ چک کنیم، چی؟ اورا بگویم. واخ اورا میگفتن، اورا میگه بگویم در پشت سری ساحره. فلما جاء السحرة، ورگا که آمد ساحره، قالو، گفتن لفرعون، کسی که مادیات پرست است، اول نظرش سری مادیات است که چی برام هست، یعنی زار مرگ بده که بعد از اون ما مقابله کنیم. قال نعم، فرعون خبیث میگه بله، چرا نه؟ و انکم اذا لمن المقربین، شما از جمله درباریای نزدیکم جور میشه. وزارتا و وکالتا برش میده. آلی خود چی برش میده؟ وزیری، مشاور،
وزیری مشاور در چی چیز مشوره میکنه؟ کی را وزیر مشاور میگیره؟ خب دقیق شوی بس جواب هم میابی. قال لهم موسی علیه السلام به سایرا گفت بندازه. القوا ما انتم ملقون، بندازه آن چیزی را که شما انداخته نیستی. فالقوا حبالهم، انداختن و رسپانای خود و عیسیهم اساچوبای خود و قالوا گفتند وقت انداختن بعزت فرعون، به اقبال و قوت فرعون، انا لنحن الغالبون، ما امروز غالب هستیم، ما خامخا غالب هستیم. فالقا موسی، انداخت موسی علیه السلام عصای خود، فاذا هی تلقف، ناگهان عصای موسی علیه السلام قرط میکرد، فرو میبرد ما آن چیزی را یافکونک یا جور کرده بودن. فالقی السحرة، ساحرا فهمید که سحر نیست، دست علم برش حاصل بود، حتی علم سحر هم گاهی مفید است. سعی دیدی؟ فالقی السحرة، القیه میگه تو گویی که مردم میره تیله داد، همینطور یکی به یکی انداختن خدا، همینطور به اختیار واری. فالقی السحرة، انداخته شدن ساحرا ساجدین سجده کنان. قالوا گفتن آمنا برب العالمین. فرعون خو خوش است که رب العالمین مستم، دنبالش گفت رب موسی و هارون. قال یک دم غصه گرفت فرعون که چی بلا کسایی را آورده بودم که برای دفاع از ما بکنه. بله، زمانی که حق ظاهر میشه، ولو که تو دفاعگری یک گروه باشی، بعد حق بپذیری و از او گروه بالکل قطع تعلقه بکنی. اگرچه مورد تهدید و گروه قرار بگیری غمش نکو. من میتور دفاعگر بودم، خب وابی و پنجپیری را اینطور لط و کوب میکردم در تقریرهای خود که پرسان نکو. کمپا بود پشاور، در هر کم جلسه میگرفتیم، جلسه در اکثر کمپا ما 2 دفعه تقریر میکردم، دو دفعه. الله معاف کنه مرا. از این خاطر حالی حق که برام واضح شد بس دیگه، حالی نمیشه که انسان در راه باطل استمرار بده، دوام بده. حق برات واضح شد بس بپذیر. ساحرا پذیرفتن، ما نمیپذیریم. ما خب قبل دعوا کردیم تابع کتاب الله و سنت کیستیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. این درس است برای ما که حق آلی ساحرا موقف اجتماعی خود از دست داد. ساحرا آلی مورد تهدید فرعون قرار داره، مرگ به مرگ مواجه است. اون تهدید به چی است؟ که در شاخهای درخت خرما شما را اعدام میکنم، اعضایتان پاش جمع میکنم. همایا میترسه؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، گفت فرعون که شما ایمان آورده به موسی پیش از اینکه من اجازه کنم. چقدر خیر خویی خدا چی میکنه؟ آشکارا میکنه. یعنی من خواهم تسلیم شدم، خود شما چی کردی؟ به مشوره رفته. بعضی اوقات یک نفر که فی میگیره، اینی رقم فی میگیره یا نمیگیره؟ همینطور فی میگیره، دلش خو نیست که اونجا بره. خود تو کی رفتی باز برات چی میگه؟ من میرفتم تو خیلی بی اجازه رفتی، اینطوری میگه. این خیرخواهی میگه در ظاهر، اما در حقیقت خیرخواهی نیست. باز چی کرد؟ چقدر مهارت داره سعی که تو گپ جور کردنه. انه لکبیرکم، چه قسم حالی ذهن مردم چپا کنه. چرا مردم خود ساحر آرام دید که ایمان آوردن بالای موسی علیه السلام، و کسایی که از ما دفاع میکرد وام رفت دو خط. حالی ما چی کنیم؟ باید ما یک چیزی قطع از وا شویم. فرعون به خاطر جلوگیری از اینکه آلی مردم دنبال از وا نرود گفت انه لکبیرکم، این موسی علیه السلام کلان شماست از ساحرا، الذی، هم شخصی است علمکم که شما را هم تعلیم داده سحر. آلی مردم عوام خود پشت تحقیق نمیگرده، زود باور میکنن، میگه راست میگه، این یک سازش است، حقیقت نیست. اگر عوام هم حقیقت میفهمید، آلی در مقابل فرعون استادگی میکرد. لیکن آلی چی کرد؟ فرعون سرشان تلبیس آورد. اتور کرد که راستی ساحرا علم از موسی علیه السلام آموخته. فلسوف تعلمون، زود است که شما بدانی. امی طرف گپ داد به مردم، امی طرف تهدید کرد. لو قطعن ایدیکم، خامخا قطع میکنم، میبرم دستای شما را، و ارجلکم، پای شما را، من خلاف عدل بدل، ولو صلبنکم، خامخا شما را اعدام میکنم، آویزان میکنم شما را اجمعین، تمامیتان. قالو، یا خود ایمان آورده، روشنی ایمان در قلب تابیده، آلی یک دم قلب روشن است. تهدید بگوی او چیسته؟ تخویفی فرعون بر ازیای نوع تاثیر نداره.
کسایی که مؤمن واقعی است دنیای کفر که هر قدر تهدید میکنه در قصهش هست هیچ کوار استوار. امی دین روز در یک فیسبوک یک کلیپ داده بود، امی ظالمای عراق روافض یک نفر زده میرفت تو الله اکبر میگفت، یا زده میرفت تو چی میگفت؟ الله اکبر. ماشاءالله هیچ نوع حراسی نداشت. تو میگی در جای راحت است. حالا که تور زدن میخورد که هیچ پرسان نکن. اما او چی میگفت؟ یا برش میگفت که بگو لا اله چیست الا علی، معبود نیست مگر علی است. او میگفت الله اکبر. یا زده رایی بودن. قال لا دیره، ساحرا گفتن که ایمان آورده بودن هیچ پروا نیست اگر ما را اعدام میکنی، بندی میکنی، قتل میکنی. چرا؟ انا الى ربنا منقلبون. هدف در دسم آخری مرحله چیست؟ هدف ما، آرزوی ما رسیدن به سوی کیست؟ الله متعال بروی سرخی. رسیدن به سوی الله خو بروی سرخی. به زندگی بی غیرتی نه. از همون خاطر خالد ابن ولید رضی الله عنه چی میکرد؟ گریان میکرد. میگه این بدن کلش چی شده؟ تیر خورده، لیکن من گریان به خاطری دادم که چرا شهید نشدم دیرا. از او خاطری تور مرگا مرگی غیرت است. بان که آدم بمره از این که بهترین کار چیسته؟ ساحرا در یک دقیقه افتخار سری مرگا میکنن. ما سالا قرآن تلاوت میکنیم بازم از این تور مرگا بترسیم. چرا بترسیم؟ در پیش الله متعال گردن بلند استاد شو، بگو یا الله بندگی تکردیم. انا الى ربنا منقلبون، ما به سوی پروردگار خود بازگشته نیستیم. انا نطمع یغفر لنا، ما طمع داریم که بخشش کنه الله برای ما خطایان و گناههای ما را که سابق کردیم، صحرا کردیم. ان كنا اول المؤمنین، او چرا بر ما را معاف کنه؟ به خاطر که در این صحنه در این میدان از کل که در اول مؤمن ما جور شدیم. از این معلوم میشه که اول ایمان امتیاز است. چرا که اول ایمان رخنه را چی میکنه؟ باز میکنه. از او خاطر دعوت تکلیف در اول این بسیار مهم است که انسان در اولین باشه. از او خاطر کوشش بکنیم که در هر کاری خیر و دین اول باشه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.